چی میشد اگه جادو واقعا وجود داشت؟ تصور کن همین الان که داری این ویدیو رو میبینی، کسی در همسایگیت با یک ورد ساده میتونه بارون رو متوقف کنه یا با تکون دادن دستش چراغ‌های شهر رو خاموش و روشن کنه. سوال اینجاست، اگه جادو واقعا وجود داشت، زندگی ما چه شکلی میشد؟ فکر کن به جای اینکه صبح با صدای آلارم گوشی بیدار بشی، یک ورد کوچیک بخونی و تخت خودش تو رو بلند کنه. یا به جای ایستادن توی صف نون، فقط با یک حرکت دست نون داغ روی میزت ظاهر بشه. اما همین راحتی میتونه خطرناک هم باشه، چون اگه همه بتونن با جادو هر چیزی رو به دست بیارن، دیگه کسی کار نمیکنه. اقتصاد فرو میریزه، ارزش پول از بین میره. در دنیای واقعی قدرت باید کنترل بشه. حالا تصور کن جادو مثل اسلحه باشه. اگه یک جادوگر بتونه ذهن آدما رو بخونه یا حقیقت رو تغییر بده، دیگه دادگاه و قانون چه معنایی داره؟ شاید دولت‌ها مجبور می‌شدن وزارت کنترل جادو درست کنن، مثل پلیس مخفی، تا جلوی سوء استفاده رو بگیرن. جنگ‌ها دیگه با تانک و موشک نبود، بلکه با وردها و طلسم‌ها انجام می‌شد. کشورهایی که جادوگرهای قوی‌تر داشتن، مثل قدرت‌های هسته‌ای امروز، تبدیل به ابرقدرت می‌شدن. حتی علم هم تغییر می‌کرد. به جای آزمایشگاه‌های بزرگ، جادوگرها می‌تونستن با یک ورد ساده داروی سرطان رو بسازن یا برعکس یک بیماری جدید خلق کنن. از زاویه مثبت نگاه کنیم. هیچ کس دیگه گرسنه نمی‌موند. سفر به مریخ فقط یک ورد فاصله داشت. حتی میشد گذشته رو دید یا آینده رو لمس کرد. اما سوال اصلی اینه، آیا انسان‌ها واقعاً آماده چنین قدرتی هستند؟ یا مثل همیشه حرص و خودخواهی باعث میشه جادو هم به ابزاری برای سلطه و جنگ تبدیل بشه؟ شاید خوشحال بشیم که جادو وجود نداره، چون همین حالا هم با علم و تکنولوژی کارهایی میکنیم که برای اجدادمون مثل جادو بوده. پرواز با هواپیما، تماس تصویری با کسی که در آن سوی دنیا زندگی میکنه. تصور کن یک دانش آموز معمولی باشی، اما به جای درس ریاضی باید وردهای پیچیده یاد بگیری. امتحانها دیگه روی کاغذ نیستن. استاد میگه یک لیوان آب رو به پرنده تبدیل کن. یا مثلا برای جلب توجه کسی که دوستش داری، به جای خرید هدیه، یک گل روز زنده از هوا ظاهر میکنی. اما همینجا هم خطر هست. اگه همه بتونن احساسات رو با جادو تغییر بدن، دیگه عشق واقعی چه ارزشی داره؟ شاید در ابتدا جادو و علم دشمن هم باشن. دانشمندا بگن این خلاف قوانین فیزیکه. اما کم کم متوجه میشن که جادو هم مثل یک علم ناشناخته است. فقط فرمولهاش فرق میکنه. درست مثل زمانی که برق تازه کشف شده بود و مردم فکر میکردن جادوه. یکی از بزرگترین وسوسه جادو سفر در زمانه. فکر کن بتونی برگردی به گذشته و جلوی یک جنگ بزرگ رو بگیری یا آینده رو ببینی و سهام درست رو بخری. اما همین قدرت میتونه تاریخ رو نابود کنه، چون تغییر یک لحظه کوچک میتونه سرنوشت میلیون ها نفر رو عوض کنه. در نهایت جادو فقط یک ابزار میشه، مثل چاقو که هم میتونه نان رو ببره هم جان بگیره. پس سوال اصلی این نیست که آیا جادو وجود داره یا نه. سوال اینه، آیا ما انسان‌ها به اندازه کافی بالغ هستیم که چنین قدرتی رو درست استفاده کنیم؟